اولین چربی که خیلی توصیه میشه به مصرفش امگا 3. امگا 3 کمک میکنه که HDL یا به اصطلاح چربی خوب ما بیشتر بشه و LDL یا به اصطلاح چربی بدن ما کمتر بشه. امگا 3 کمک میکنه که التهاب بدن کم بشه، به سلامت مغز و قلب کمک میکنه و حتی میتونه به بهبود خلق و خوی ما کمک بکنه. اما منابعش چی است؟ همونطوری که توی اون پست گفته بودم بهتون، استفاده از ماهی‌های چربی مثل سالمون و قزلالا بسیار میتونه منابع امگا 3 شما رو تأمین بکنه. اگر به هر علتی چه دوست نداشتید و یا چه براتون امکان پذیر نبود، استفاده از گردو و بذر کتان بسیار میتونه توی تأمین منابع امگا 3 بدن شما بهتون کمک بکنه. حتی اگر باز امکان پذیر نبود، میتونید زیر نظر پزشک از مکمل‌های امگا 3 استفاده بکنید. اما یادتون باشه که حتی استفاده از منابع مفید توی رژیم غذایی نباید افراط توش باشه. پس زیر نظر پزشک و اصولی مصرف بکنید. سالم بمونید.